اکثر کسایی که پوستشان چرب است فکر کنند چون پوست چربی دارن پس نیاز به مویسترایزر و روتین پوستی خوب ندارن. در صورتی که شما نیاز به یک روتین پوستی خوب دارین، نیاز به مویسترایزر دارین تا که امو چربی اضافی پوست شما کنترل شنه. چون اگر کنترل نشنه باعث از این میشه که روی شما زیادتر جوش بزنه، زیادتر منافذ باز پیدا شنه و یا حتی وقتایی که آرایش منین آرایش شما زودتر پاک شنه. پس با من همراه باشین برای آموزش روتین پوست چرب. اولین و مهمترین مرحله استفاده از شوینده هاست. برای پوست‌های چرب مو از ژل کلینزر و یا فوم کلینزر استفاده منیم، به خاطر که امو چربی پوست را بگیره اما پوست را خشک نکنه. و کسایی که پوستشان چرب است و دانه هم داره یعنی جوش هم داره میتونن از شوینده های استفاده کنن که درشان سالیسیلیک اسید باشد که اسانس و یا تونر را روی پوست نمناک میزنیم. مرحله بعدی استفاده از سرم هاست که شما میتونین از سرم هیالورونیک اسید، ویتامین سی و یا نیاسینامید استفاده کنین و یا حتی میتونین که هر سه از اینا رو با هم استفاده کنین. ولی باید یادتون باشه که وقتی از سرم هیالورونیک اسید استفاده کنین صورتتون باید مرطوب باشد، حتما باید مرطوب باشه. که مده اینجی از ویتامین سی استفاده منم. و در مرحله آخر نوبت میرسه به مویسترایزر و یا مرطوب کننده ها که مرطوب کننده هایی که برای پوست چرب مناسب است یا باید حالت ژلی مانند داشته باشد و یا اگر به صورت کریمی است رویشان نوشته باشد اویل فری اور نان کمرجنیک. برای کسایی که هم پوست چربی دارن و هم جوش دارن در صورت خود میتونن از مویسترایزرهای استفاده کنن که داخلشی هیالورونیک اسید، نیاسینامید و یا سرامید باشد. این بود از روتین پوستی چرب. اگر فکر مونین که با این ویدیو میتونین دوست را کمک کنین تا یک روتین پوستی خوب داشته باشه پس برایشی شیر کنین و اگر سوالی دارین میتونین در قسمت کامنت ها بپرسین.